به تاریخ 10 دسامبر جلسه بانک مرکزی است. در ضمن تصمیمات صورت گرفته که باید تزریق پول به مارکت شود از طریق بانک های خودرویزه، یعنی فدرال رزرو یا بانک مرکزی بالانس شیت های خود از بانک های خودرویزه جمع میکنه و پول دوباره برشان میده تا ای که مردم و کمپانی ها با اینترست ریت کم قرضه بگیرند. و ما برای شما توصیه میکنم که یک ویدیو به خاطر خرید کریپتوکرنسی در این حالت ما تهیه دیدیم و در یوتیوب گذاشتیم. انشالله او را مکمل ببینین. پیش از ندیدن از او هیچ وقت کریپتوکرنسی نخرین. هر وقت او ویدیو را دیدین خودتان تصمیم بگیرین که چی کنین. تمام تحلیلات تکنیکال فاندامنتال در 1 ساعت گنجانیده شده. انشالله که خیلی مفید واقع میشه و از طریق از او اگر شما پیش برین در امی سال نقص نمیکنین. انشالله ویدیو را ببینین و بدون از او هرگز سرمایه گذاری نکنین. و سوال دارین با کامنت بگذارین، ویدیو را لایک کنین، شیر کنین تا هموطنان ما، عزیزان ما از این معلومات مستفید شوند. تشکر، وقت خوش.